به نام الله بخشاینده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشاگران عزیز، همه شما را خوش آمدید میگویم به برنامه دانش و سنجش. کمی امروز دیرتر کردیم چون بعضی سبب‌های تکنیکی بود. آنهایی که انتظار هستید و آنهایی که الکی وارد به برنامه ما شدید، خوش آمدید میگویم هر یک از شما را. و در امروز برنامه دانش و سنجش ما مهمان دعوت کردیم و مهمان ما سهراب عادلیان، ختم کرده دانشگاه مدینه منوره، فاکولته حدیثی شریف. خوش آمدید دنبال به برنامه ما. خوش باشید. و امروز برنامه ما درباره سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم است و همچنین بعضی سوال‌هایی که مربوط به حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم، همچنین باز بعضی آیات‌های قرآن را گرفتیم و برای شرح انشاءالله ما از کمک دامولا سهراب عادلیان استفاده خواهیم کرد. و همانهایی که الکی داخل شدید به برنامه ما، کد 719 95 22 است. مرحمت داخل شوید و میتوانیم برنامه را از جلو شما خلاص کنیم. 719 95 22 این است که پین برای امروز. خب در روی اکران شما میبینید گیم پین را. مرحمت داخل شوید. میتوانید نوار را به دیگران نیز فرستید تا که دیگران نیز وارد به برنامه ما شوند، تا که آنها نیز توانند در برنامه ما اشتراک کنند. برنامه از دو قسم عبارت است و در قسمت اول 7 سوال و در قسمت دوم نیز 7 سوال و سوال‌ها به نهایت عادی و آسان است. انشاءالله هر یک از ما و شما میتوانیم که اشتراک کنیم و هر یک از ما و شما میتوانیم در برنامه برد کنیم. خوش آمدید. 10 نفر اوکی در داخلی برنامه ما هستید. امیدوار هستیم که هفته آینده برنامه رو باز صفتا خوبتر میکنیم و با صفت خوب برنامه رو آماده و پیشکشی شما میکنیم. میبینم مسائل که اکثریت داخل شده و بیایید قسمت اول را آغاز میکنیم تماشاگران عزیز و در قسمت دو آنهایی که دیرتر پیوست میشوند اشتراک خواهند کرد. سوال اول: در حقیقت برای شما در رفتار و گفتاری جای نقطه را پر میکنم نمونه های زیبا و عبرت های نیک است از سوره احزاب آیه 21. وریانت ها: والدین، سرور، محمد صلی الله علیه و سلم و یا زن بوریسم. کدامش درست است؟ در حقیقت برای شما در رفتار و گفتاری کدامی از این وریانت ها نمونه های زیبا و عبرت های نیک هست؟ خب جواب های درست شما و خیلی خوب و 9 نفر جواب درست گفتند. بله، محمد صلی الله علیه و سلم. و درباره محمد صلی الله علیه و سلم واقعا اگر که صحبت کنیم ساعت‌های زیاد می شود و از این خاطر خواهش میکردم که داملا سهراب را خواهش میکردم درباره همین آیت سوره احزاب آیه 21 کمی معلومات میگفتید برای آنهایی که این لحظه ما را تماشا میکنند. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله. الله سبحانه و تعالی در حقیقت به حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم قسم یاد کرده است که عمر پیامبر صلی الله علیه و سلم که بزرگترین عمری که انسانیت در این دنیا زندگی کرده است، مراد 23 سال پیامبری ایشان است که الله تعالی لعمرک قسم به عمرت گفته است. و اینچنین برای ما شما گفت که
در اخلاق و رفتار و گفتار و کردار جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم عبرت‌های نیک و نمونه‌های زیبا است. بنابراین آدمی که کوتاه پرسیدند حضرت عایشه را هم همینگونه پرسیده بودند، مادر مومنان را که همسر پیامبر صلی الله علیه وسلم بودند، گفتند که حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم چگونه شخصی بودند؟ بعد حضرت عایشه در جواب گفتند که کان خلقه القرآن، خلق پیغمبر صلی الله علیه وسلم قرآن بود گفتند. یعنی همین قرآنی که از آسمان نازل شد به همین پیغمبر عمل میکردند. یعنی نگفتند که به کودکان سلام میدادند، با مردم معامله خوب میکردند، همیشه تبسم داشتند، این چنین نگفتند. گفتند که کان خلقه القرآن، خلق پیامبر صلی الله علیه وسلم قرآن بود، یعنی قرآن زنده بود. خیلی خوب. بیایید ما بس میبینیم که ها با پیش گذاشتن و تصوری دیگر میگذاریم انشاءالله که ها جوابهای درست گفتن. در جای اول امید، آمینه، معرفت حیات، قاسم و عبدو آنهایی که در جایهای نمایان هستید شما را تبریک میکنم. و تصوری دو میگذاریم. معنی امین چیست؟ یعنی محمد صلی الله علیه و سلم را امین میگفتند. نام انسان، فوقینکا، امیر، امانت نگهدار، کدامش درست است؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم را محمدی امین میگفتند. معنایش چی؟ کدام از این وریانت ها درست است؟ علی عمر بلی جوابتان درست است. آنهایی که در چت نوشته میکنند. جندالله شما نیز جوابی درست گفتید. خیلی خوب. و 11 نفر در داخل برنامه ما جوابهای درست گفتند. بله، امانت نگهدار، انا همین است جوابی درست. و هم چرا امانت نگهدار میگفتند؟ سوال به سراباد عادلیان. بله جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم از جانب مردم لقب گرفتند. لقب چیزی که مردم میدهند. بنابراین بعضی علما گفتند که الالقاب تنزل من السماء، لقب ها از آسمان نازل میشد. یعنی لقب ها از آسمان نازل میشد به معنی که بسیار به شما شخص موافقت میکنند. یعنی لقب پیامبر اسلام برای خودشان نگذاشتند. مردمی مشرک عرب حالا که پیامبر صلی الله علیه وسلم پیغمبر نبودند، حالا به سن 40 ندر آمده بودند، در سن 20 سالگیشان 25 سالگیشان هم محمد الامین میگفتند. این یک معنایی که در اینجا ذکر شد، امانت نگهدار. معنای دیگر امین، محمد الامین، یعنی مردم از زبان و از دست پیامبر صلی الله علیه وسلم در امنیت هستند، یعنی ایمن هستند. هیچ کسی از پیامبر صلی الله علیه وسلم ضرر نمیبیند، حتی شخصان کافر. حتی وقتی که حیوان ها هم گفتن که اگر یک حیوان به قتل رسانیده شنید، به زیبا به قتل رسانید. اگر چاروا ذبح کرده نشوید، زیبا ذبح کنید که وای اذیت نبیند. یعنی همه از عذاب، از ظلم از جانب پیامبر صلی الله علیه وسلم در امنیت هستند، ایمن هستند. یعنی هم امانت نگهدار، برای که به مال مردم خیانت نمیکردند. یگان مراتب این چیزا از پیامبر صلی الله علیه و صادر نشده است. تشکر زیاد. خیلی خوب. ما کوتاه میکنیم از آن سبب که به بعضی سوالهای آینده باز مبادا نشود که دنبال کمک کنند که شما وریانت ها پیشنهاد نشده جواب درست را میگوید. از این خاطر ما دوام میدیم. شما تماشاگران عزیز بیاید به سوالی رقمی 3 میگذاریم. برای چی پیامبر صلی الله علیه و سلم را ابوالقاسم میگفتند؟ وریانت ها چون که نام قوم بود، یعنی پدری قاسم، یا اینکه خود به خود چنین میگفتند، یا اینکه نمیدانم کدامش درست است. چرا برای چی محمد صلی الله علیه و سلم را ابوالقاسم میگفتند؟ وریانت های شما به انتخاب کنید. 30 ثانیه وقت داشتیم. علی عمر بله درست جواب گفتید و 11 نفر در داخلی برنامه ما جوابهای درست گفتند. یعنی پدری
قاسم. از این خاطر ابوالقاسم میگفتند. اگر شرط داشته باشد سهراب جان علاوه میکردید. بله، حتی اگر در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم کسی اگر پیامبر صلی الله علیه وسلم را از مشرک ها و کافر ها احترام کرده معامله کند، ابوالقاسم گفتن ندا میکردند. اگر بیادابانه معامله کرده شود محمد میگفت، ای محمد میگفت. یعنی یک شخص بزرگوار را مانند پیامبر صلی الله علیه وسلم، میراث خوران پیامبر صلی الله علیه وسلم یا پدر و مادرتان، از روی آداب نیست که نام آنها را گیرید. پدر، مادر، بابا، مثلا عیب است که آدم نام مادرش گیرد و در روش مثلا خطاب کند، ای عایشه خان مثلا، یا ای خدیجه، گفته مادر خودش همین خیلی خطاب کند، یا پدرش به نامش. این نادرست است. با کنایه باید سخن کند. کنایه یعنی کنیه همین. یعنی مشرک ها ای ابوالقاسم میگفتند. اگر ابوالقاسم گویند این احترام بود، یا اگر در حالت ترسشان ابوالقاسم میگفتند. اگر محمد گفتند اون در حالت بی‌حرمتی از جانب مشرکای مکه بود. و خود جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم منم قاسم گفتم، غیر از آن که پدری قاسم بودن، لیکن فرزندشان قاسم در سن کودکی از دنیا گذشت. بنابراین الله تعالی که ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین. محمد پدری پسرها نبود، پدری یگان مرد نیست. پیامبر اسلام پدری دخترها بودند، برای آنکه پسرهاشون بر وقت گذشت، از جمله قاسم گذشت. و جناب رسول الله خودشون هم قاسم گفتن، انما انا قاسم والله معطی گفتن، من فقط تقسیم کننده گفتن و الله تعالی دهنده. یعنی وقتی که به مردم خیر میکنید، مردم به شما رحمت میگویند، از شما منتداری بیان میکنند، در این حالت شما میگید که من فقط آن چیزی که الله به دست من داد و تقسیم کن گفت تقسیم کردم. دهنده باز هم الله تعالی خودش است. خیلی خوب، تشکر زیاد. و بیاید میگذاریم به سوال دیگر، چون اگر کمک های زیاد شود برای ما و شما خیلی آسان می شود. به هر حال سوال ها نهایت سوال های آسان را انتخاب کردیم. در جای اول معرفت حیات عبدو، جای دوم حسن اسماعیل و عبدالرحمن آنهایی که به جاهای نمایان برآمده. و بیاید به سوال رقمی 4 میگذاریم. کسب پیامبر صلی الله علیه و سلم در جوانی چی بود؟ تنها با چارواداری مشغول بودند، دورهگری، تجارت و گوسفندچرانی. کتابخوان، کدامش درست؟ کسب پیامبر صلی الله علیه و سلم در جوانی چی بود؟ کدامش درست است؟ از وریانت های شما میبینید. آنهایی که در چپ نوشته میکنید، من 3 جواب اولی شما را میخوانم انشاءالله. بله فاضل جان، با مراد جواب درست گفتید. هر کسی که قبول گفتند ادیب قربان، جوابتان درست است. 17 نفر در داخلی برنامه ما نیز جوابهای درست گفتند برای تجارت و گوسفندچرانی، اما 2 نفر تنها چارواداری را انتخاب کردند، برای چه مخصوص تنها پیش از آن که چارواداری را مانیم استفاده بردیم. و اگر شرحی کوتاه میگفتید دنبال سهراب جان و این موضوع. خب بله، تجارت و گوسفندچرانی، چون که سن جوانی تا سن 41 سالگی هست. وقتی که جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر شدند، در آن وقت گفتند که خودشان را جوان نامیدن و حالا که 40 ساله بودند. این دلالت میکنه که 40 ساله هم جوان است. بعد اون طرف به سن بعضی ها خیلی اختلاف دارن که تا 50 سالگی. خلاصه سن 40 سالگی آخری سن جوانی هست. و پیامبر اسلام شما میدونید که در 25 سالگی به حضرت خدیجه خانه‌دار شدن. پیش از این تجارتی به شام داشتن. مال خدیجه را هم برای چرخ گردانیدن و به حضرت خدیجه هم اول همچون کارگر کار میکردن. دیدن که حضرت خدیجه جناب رسول الله یک شخصی موفق، امانت نگهدار، بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم به خانه‌دار شدن. یعنی در آن وقت تجارت هم میکردن و این چنین گوسفندچرانی هم در همون وقت میکردن. کنت ارعاها علی قراریط لاهل مکه، گفتم من
در یک قرارید گفته که وادی مکه میچرانیدم گوسفندهای اهل مکه را. بله. خیلی خوب. و جواب درست تجارت و گوسفند چرانی بود و شرحش رو نیز شما شنیدیم تماشاگران عزیز و بیایید اکنون ببینیم که ها به پیش برآمدند. جای بازکنی هست یا نه؟ معرفت حیات چون پیشتر عبدو، حسن و اسماعیل پای هم بر 4 سوال ما جوابهای درست گفتند. عبدالرحمن نیست در جاهای پیش هست. مبارک باشد. سوال 5. غار هیرا در کدام شهر قرار دارد؟ در مکه، در مدینه، در جده و یا در کویت؟ کدامش درست است؟ غار هیرا در کدام شهر قرار دارد؟ وریانت های شما مرحمت در زیر چت نیست میتوانید نوشته کنید. میبینم که یکی از تماشابین ما موسی جواب درست گفتند. فاضل جان بای مرادو جوابتان درست است. سلمانی تاجیکی جوابی درست گفته. خیلی خوب. در داخل برنامه ما 15 نفر همه جوابهای درست گفتند ولی در مکه است و فکر کنم که یگان شرح به این سوال نمیگویم. انشاءالله پیشتر نیست ما در این موضوع صحبت کرده بودیم و میبینیم که پیش برآمدند. جای اول عبدو، عبدالرحمن، معرفت حیات، امینه و باز عبدو. خیلی خوب. سوال 6. بعد چند سال پیامبری نماز فرض گردید؟ بعد 23 سال، بعد از 10 یا 12 سال، بعد از 5 یا 7 سال، بعد از 40 سال؟ کدامش درست است؟ بعد چند سال پیامبری و رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز فرض گردید؟ جواب های شما 30 ثانیه وقت داریم. جوابتان علاقه نوشته کردن بعضی ها جواب های کمی خطا هم آمد زیر چت. خب همگی 5 نفر در داخل برنامه ما جوابی درست گفتند اما 9 نفر جواب خطا گفتند و باقی مانده نیست جوابهای خطا رو انتخاب کرده. جواب درست 10 یا 12 سال بود. خب بیایید اکنون از این خاطره که میبینم اکثریت جوابهای خطا گفتند برای شرحش میگذاریم. سهراب جان نادریان ختم کرده دانشگاه مدینه منوره فکولته حدیثی شریف امروز در مهمانی ما هستند و کمی به همین موضوع انشاءالله شرح میکنند. مرحمت. سوال این است که بعد چند سالی پیغمبری نماز فرض شد؟ آخر بعضی ها 23 سال گفتن، پیامبر اسلام 40 ساله بودن، بعد 23 سال 63 ساله میشن، وفات کردن. چگونه نماز فرض میشه؟ شما تأمل کنید. بله جواب درست در سن 10 سالگی بعد 10 سالی پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که پیامبر شدن، یعنی که در سن 50 سالگی پیامبر اسلام 40 ساله بودن پیامبر شدن، 50 سالگی نماز فرض شد و بعضی علما میگن که بعد 12 سال نماز فرض شد، یعنی در حالی که پیامبر اسلام 52 ساله بودن. هر دو قول هم قول صحیح است. ولی یک سوال به اکمل جان که این مقصد همین رسم های سالی نوی که الان در همین چی می نماید، این از اختیار شما هست یا بدون اختیار شما از داخل این برنامه هست؟ مقصد نه این بله این ما پیشتر نیز گفتیم به تماشابینان این در دستی ما نیست و ما نمیتوانیم این رو کنترل کنیم، این چون پلتفرم کهوت است و ما از آن تنها نوشته جاتش رو میتوانیم که دیگرگون کنیم. مقصد ما همین دو اید داریم و ما هیچگاه جانبدار ایدی نصارا نیستیم که مقصد با یگان کسی فکر نکند که اقراری چی کردن. بله چون در برنامه گذشته نیست مردم سوال کردن در اختیار ما نیست لیباس. اگر میشد حتما که با جای آن یگان صورتی خوبتر هم استفاده میکردیم. از این خاطر معذور دارید چون در دست ما نیست این پلتفرم ایواز کردن صورت‌هایش. و خب شما شرح را گوش کردید از جانب داماد صاحب بیان و ما بیایید باز دوام میدهیم. انشاءالله اگر نصیب کرده باشد ما در روزهای نزدیک در آینده باز هم پرتر واضح‌تر
درباره سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم برنامه اودیویی انشاءالله پیشنهاد میکنیم در شبکه‌های دیگری ما، در شبکه حکمت تیوی و همچنین در شبکه قرآن دستور عملی انسان انشاءالله انتظار باشد. و سوالی دیگر میگذاریم. جای عوض کنی در داخل برنامه ما دیده می شود معرفت حیات بود و بالا بر آمدند حسن، عبدالرحمن، آنهایی که در زینه‌های نمایان هستند، مصعب و 7 زینه و بالا محمد نیز بر آمدند. مبارک باشد. سوالی نهایت در قسمت اول و سوالی خیلی خلق‌آور است. پس با زنان دیگری که دوست دارید ازدواج کنید، با 2 یا 3 یا 4، یا با 1 یا 2 یا 3 یا 4، یا با 1 تا، یا نمیدانم. در سوره نساء آیه 3 چگونه آمده است؟ پس با زنان دیگری که دوست دارید ازدواج کنید، با وریانت هایی که در پایان نوشته شده است 2 یا 3 یا 4، یا اینکه 1 یا 2 یا 3 یا 4، کدامش درست است؟ یا 1 یا نمیدانید. وریانت های شما. خیلی خوب. و اینجا نیست کمی اختلاف بینی تماشابین ما هست. 12 نفر گفتند که وریانت اول درست است و 7 نفر دیگر گفتند که 1 یا 2 یا 3 یا 4. خب به شرحش میگذاریم. من خواهش میکردم سهراب عودلیان را کمی روشنی میانداختید به همین موضوع. چگونه آمده است در سوره نساء آیه 3؟ در سوره نساء آمده است که 2 3 4 خانه دار شوید. الله تعالی اول 2 را گفت و در برابر 2 3 و 4 هست. چون شخصیت هایی که به 3 و 4 قادر هستند کم هستند، لیکن به 2 نفر خانه دار شدن اکثر امت این رو میتوانند. بنابراین الله تعالی با 2 شروع کرد. شما از زنها 2 نفر خانه دار شوید، یعنی 2 تا زن گرید، یا 3 تا یا 4 تا. بعد در دوامش که فإن خفتم، اگر شما ترسید یعنی از عدالت کردن، فواحدة، پس در این صورت شما 1 زن گرید. یعنی جوابی که 1 2 3 4 نادرست است. در بعضی ترجمه ها ما دیدیم سهراب جان، من شما پیش سخن شما، در بعضی ترجمه ها دیدیم که گفته شده است که 1 2 3 4 گفته شده است در ترجمه ای که به زبان تاجیکی آوردند. اما در زبان عربی فکر میکنم که چیزی که شما پیشتر گفتید اونش درست است. بله، اون 1 نادرست است، چون که الله تعالی 2 3 4 گفت. بعد گفت که اگر شما نتوانستید امکانیت 2 زن را از عهدهش نبرآمدید، یعنی یک انسانی که 2 عائله را تامین میکند خوب است، یا یک انسانی که فقط یک خواهر مسلمان تامین میکنه او خوب است. البته اونی که 2 3 4 را تامین میکنه او در پیشگاه پروردگار خوب است. حتی عبدالله ابن عباس میگه خیرکم، یعنی بهترین شما آن آدمی که بسیار زنترین شما هست. گفتم منظورشون پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. میگم چون پیامبر اسلام بسیار زن داشتن. مقصد فإن لم یستطع یا فإن خفتم، این عباره هایی هست که الله تعالی در قرآن و پیامبر اسلام در سنت استفاده بردند. فإن لم تستطع، خیلی که در نماز گفتن نماز راست ایستاده خوان، اگر راست ایستاده نتوانی بعد نشسته خوان گفتن، اگر نشسته نتوانی بعد با پهلویت خوان. در این آیت هم الله تعالی 2 زن یا 3 زن یا 4 زن گیر، اگر که از عدالت کردن ترسیدی بعد 1 زن گیر گفت. یعنی اصل باید هر یک مردک اقلا 2 زن داشته باشه. خب خیر است، تشکر زیاد برای جوابی واضح و انشاءالله این موضوع نیز موضوع خیلی موضوع کلان است و ما در آینده ها باز برمیگردیم. و قسمتی خوبی برنامه ما رسید، بیاد ببینیم که به جایهای نمایان سزاوار شد. جای 3 نصیب مصعب کردید، مبارک باشد. و جای 2 عبدالرحمن، مبارک باشد. جای اول نصیب
عبدو مبارک باشد و آنهایی که این لحظه ها در برنامه ما اشتراک کردند. آمینه و معرفت حیات نیز در جایهای نمایان بوده. شما را نیز میمانه تبریک میکنم. من قسمت دیگری برنامه رو این لحظه ها آماده میکنم تماشاگران عزیز و شما میتوانید در قسمتی دوی برنامه ما اشتراک کنید. و سوال ها مثل پیشتر مثل قسمت اولی برنامه سوال های عادی و آسان است، سوال های تاریخی است و انشالله که هر یک از ما و شما میتوانیم در برنامه اشتراک کنیم و بود کنیم. گیم پین رو این لحظه من اعلام میکنم، شما میتوانید نوشته کنید. 633 69 77 این از گیم پین قسمتی دوی ما داخل شد برآمد. 633 69 77 مرحمت داخل شد. کهود نقطه ایت نوشته میکنید تماشاگران عزیز و در جایی که گیم پین نوشته شده از رقمی که روی اکران میبینید آن رو مینویسید و جایی که نیکنیم نوشته شده است با خودتان تخلص انتخاب میکنید و کوشش کنید نام‌های خوب برایتان انتخاب کنید تا ثبت برنامه باقی میماند، دیگران تماشا میکنند، لذا که نامی خوب باشد. هر کسی که اولین شده رنگ درست را انتخاب میکند و زیر میکند، پخش میکند و جای اول میبرد. از این خاطر کوشش کنید از اولین ها شده جوابهای درستی خودتان را نوشته کنید، یعنی رنگی درست را انتخاب کنید. خیلی خوب میبینم که این واسه و که چند نفر داخل به برنامه ما 17 نفر داخل شدند. خیلی خوب. نوارو به دیگران نیز فرسته تا دیگران نیز توانند و برنامه ما داخل شوند و اشتراک کنند و بیاید 18 19 خیلی خوب، یک نفر دیگر با 20 نفر شویم بهتر میشد. کهود نقطه ایت نوشته میکنید و در جایی که گیم پین است 633 69 77 نوشته میکنید و جایی که نیک نیم نوشته شده است با خودتان تخلص انتخاب میکنید. خب در دوام برنامه نیز میتوانید به کهود نقطه ایت داخل شوید و با برنامه پیوستید. آغاز میکنیم. قسم 2 دانش و سنجش. قسم 2 و سوالی اول. نامی موضعی که روح بعد مرگ جایگیر می شود. جنازه، استخاره، جنت و یا برزخ کدامش درست است؟ نامی آن موضعی که روح انسان بعد مرگش و آنجا جایگیر می شود، آنجا می رود. کدام از این وریانت هایی که شما این لحظه ها می بینید؟ زیر چت نیست میتوانید نوشته کنید آنهایی که جوابهای درست را میدانند. خوبه برابری، خیلی برابری، اما آنهایی که جوابهای خطا گفتند زیادتر است. برزخ است جواب درست و در این باره کوتاه من سوال میکردم از سهراب عادلیان تا که کمی شرحی درست‌تر به ما گویند. بله، برزخ است. از آن روزی که بنده از این دنیا وفات میکند، یعنی روح که از تن که بیرون برآمد، از همان لحظه تا لحظه به جنت در آمدن از فضل الله میپرسیم، یا تا لحظه که بنده به آتش دوزخ میدراید از الله تعالی پناه میطلبیم. همین همش برزخ است، یعنی به این شامل است تا برده دفن شدن، دفن، قبر، اینها حتی محشر، روز قیامت همه در محشرگاه جمع می شود، حساب و کتاب، عرصات قیامت، اینها همه برزخ هم. وقتی که حکم گرفت و به جنت و دوزخ در آمد، جای آخری او معلوم گشت، لیکن تا آن دم همه این برزخ است. یعنی درباره همین برزخ بین مردم نافهمی هم می شود یا اینکه این عمیق است یا قطعا است؟ درباره برزخ آیات ها هم هست؟ بله، برزخ اینه بینهما برزخ لا یبغیان. خیلی که الله تعالی گفت که بین این بحر و آن بحر یا برزخی هست، یا پرده هست که آنها به همدیگر آمیخته نمی شوند. گفت یا آبی شیرین هست یا آبی
شور هست، رنگ آنها هم فرق میکنه. در سوره الرحمن آمده است. الله تعالی در آنجا لفظی برزخ استفاده بود. برزخ بین پرده بین این دریا و آن دریا هست و در اینجا پرده برزخ بین حیات دنیا و بین جنت و دوزخ است. بله، این یک پرده ای است که روح بعد از مردن، یعنی انسان بعد از مردنش روحش آنجا جایگیر می شود. خب جواب درست همین برزخ بود و کمی شهر را نیز شما از داملاسا را شنیدید و ما انشاءالله ادامه میدهیم و واقعا موضوعی که بررسی زیاد میخواهد اما وقت کم است. انشاءالله ما باز در آینده ها برمیگردیم. خب کیا به پیش برآمدند؟ جای اول عبدو، آمینه، معرفت حیات اسماعیل و باز عبدو، آنهایی که در جایهای نمایان هستید. مبارک باشد. سوال دو، درباره کدام پیامبر در قرآن آیت‌های زیاد نازل شده است؟ عیسی علیه السلام، موسی علیه السلام، ابراهیم علیه السلام و یا محمد صلی الله علیه و سلم. درباره کدام از این پیامبران در قرآن آیت‌های زیاد نازل شده است؟ موسی جوابتان درست است. فاضل جان جوابتان درست است. دنیا و آخرت جواب درست گفتید. و هم در داخل برنامه ما نیز 10 نفر جوابهای درست گفتن درباره موسی علیه السلام در قرآن آیت‌های زیاد نازل شده است. و فکر میکنم که جای شرح نیست و دوام میدهیم و سوال دیگر میگذاریم. آمینه در جای اول، معرفت حیات عبدو، عبدالرحمن، امیرشاه میرزایف، آنهایی که در جایهای نمایان هستید. همسر اولی پیامبر صلی الله علیه و سلم بعدی خدیجه الله از او راضی باد کی بود؟ زینب، عایشه، سوده و یا صفیه؟ کدامش درست است؟ همسر اولی پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد وفات خدیجه کی بود؟ خیلی خوب، من جوابهای درست را میبینم در چت ما. علی عمر، زلیخا جواب درست گفتید. دنیا و آخرت جوابهای درست. و 8 نفر جوابهای درست گفتند. سوده، اگر یکان شرط داشته باشید اضافه کنید. دوما نه اونجوری چی نیست. بله. حقیقت سوده بود بعد خدیجه رضی الله عنها. این تاریخ است و این سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم است و شما میتونید سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم در شبکه‌های تلگرامی پیدا کنید. آنهایی که میخوان خوانند و آنهایی که میخوان تماشا کنند در شبکه نجم تلویزیونی نیست. امروزها درباره سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم تقریبا هر هفته یک مرتبه برنامه دارند و خیلی کوتاه و واضح نقل میکنند. آنجا داخل شوید و تماشا کنید. عبدو، معرفت حیات، محمد و دو، آمینه در جاهای نمایان هستند. سوال 4، کی نماز فرض گردید؟ در وقتی مولود، در شب قدر، وقتی حج اول، وقتی میراج؟ کدامش درست است؟ نماز بر مسلمانان کی فرض گردید؟ جوابهای درستی شما را انتظار هستم. جوابهای درست آماده رسید در چت از جانب فوزی جان با مرادف. خب 16 نفر میراج را انتخاب کردند و جوابهایتان درست بود و اکثر دیگر جوابهای دیگر را انتخاب کردند. درباره فرض شدن نماز کوتاه اگر گفته می‌گذاشتیم دوم
خب فقط در اونجا شکل درستی نوشتیم میراج نوشته معراج. معراج. بله معراج. در زبان تاجیکی معراج قبول شده است، یعنی بعد ای علامت سکته است. اما در لغت عرب عین آمدگی است، او عین خودی همین تلفظ رو دارد، فقط در اونجا کسره نوشته شده است، لیکن در تلفظ تقریبا به ای مانند صدا میدهد. معراج است. معراج. بله. حادثه اسراء و معراج است که معراج یعنی از کلمه عرج یعرج عروجا، پیامبر صلی الله علیه و سلم به بالای 7 قبت آسمان برآمدند. بعد با بلندتر از آسمان هفتم هم بالا رفتند، حتی وقتی که به نزدیک درخت سدرة المنتهی آمدند، حضرت جبریل دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم را شریکی نکردند، گفتند که به آن طرفش خودی پیامبر صلی الله علیه و سلم میتوانند روند و با الله تعالی بی واسطه در یک مکانی که آواز قلم شنیده میشد، آواز قلم وقتی که می نویسد در همین خیل، یعنی در یک مکان آرام همراهی الله تعالی گفت و شنید کردن، در آنجا الله تعالی نماز را به پیامبر صلی الله علیه و سلم فرض گردانید و به امتشان هم که اول 50 وقت بود، خلاصه پیامبر صلی الله به 50 فرآوردن. این حدیث خیلی دراز است و اما شنیدنی است. انشاءالله ما همین حدیث را نیست شرحش را و آینده من فکر می‌کنم که در شبکه شما نیست در شرحی بخاری نیست و کم آمده است همین حدیث و شما در شبکه بیان یک جمعه گذاشتگی هستیم، اسراء و معراج برنامه. در آنجا خیلی دلیل ها و تفصیل تر آمدگی است که اسراء و معراج یکی از مسئله های عقیدوی هست و اینچنین تاریخی هست و در آن معجزه های بسیاری پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت شده است که پیغمبری حضرت محمد علیه السلام رو با دلیل های عقلی میتوان اثبات کرد و واقعی که این فکت میگن در زبان انگلیسی. انشاءالله برمیگردیم. خب بیایید ببینیم که ها با پیش برآمدند و دوام میدیم. در جای اول محمد، آمینه، دوامینه عبدالرحمن و مصعب آنهایی که در جاهای خیلی خوب قرار دارد. کی پیغمبر را بعدی وفات مادرش زیر حفظش گرفت؟ از وریانت هایی که در پایان میبینید، عمکش، پدرش، بابایش و یا تقوایش کدامش درست است؟ کی پیامبر صلی الله علیه و سلم را بعدی وفات مادرش زیر حفظ خودش گرفت؟ از آن وریانت هایی که شما میبینید. خب جواب های درست رو من میبینم. ابوبکر حلیم، بله درست جوابتون. علی عمر درست گفتید. بله بابایش، پس 13 نفر در داخلی برنامه ما جواب های درست گفتند. و بعضی ها شاید که فراموش میکنند، شاید که از نادانی میکنند، عمکش را انتخاب میکنند. شما چی میگفتید؟ بله آخر عمکشان هم بعد بابایشان پیامبر صلی الله علیه و سلم را به عهده گرفتند. عمکشان ابو طالب پیامبر صلی الله علیه و سلم را تربیه کردند و تا روزی که عمکشان وفات کرد جناب رسول در زیر تربیه و حمایت عمکشان بود. عمکشان ابو طالب آبروی بزرگ داشت و به این دین مقدس اسلام خدمت شایان کردگی هست، ولی صد افسوس که از دنیا کافر وفات کرد و این دلالت میکند که پیامبر صلی الله علیه و سلم عمکشان را قادر نبودند که با وجود آنکه تمامی سبب‌های بهترین دعوت را داشتند، ولی هدایت در دست الله تعالی هست. خیلی که الله تعالی تو نمیتوانی کسی را که خواهی هدایت کنی. نتوانست عمک خود را هدایت کنه، که بعضی پرسیدن که این ابو طالب اینقدر به دین اسلام خدمت کرد، اگرچه کافر بود پیامبر صلی الله علیه و سلم را دوست می داشت و در قرارت قلبش می دونست که دین مقدس اسلام بهترین دین است و دین حق است، فقط تلفظ نکرد، لا اله الا الله محمد رسول الله نگفت، من در دین عبدالمطلب گفته از دنیا گذشت، لیکن در طول حیاتش خدمت کرد. بابای محمد صلی الله علیه و سلم
کی عبدالمطلب. بله عبدالمطلب بابایش، یعنی پدری ابو طالب حساب میشه داخل. بابای پیامبر سلام پدری ابو طالب است. خلاصه از دنیا کافر گذشت. بعد پرسیدن که یا رسول الله ابو طالب اینقدر به شما خدمت کرد، به دین اسلام خدمت کرد، اون فایده میرسونه روز قیامت؟ گفتن که بله. در مابین و در عین علنگه آتش دوزخ بود، در جای وزنین دوزخ بود. من او را به سبکترین عذابهای دوزخ میبرارم که در زیر قدمهایش دو لخچه گذاشته میشد، یغلی منهما دماؤه، از گرمی اون دو لخچه دماغش میجوشد. گفتم یعنی پوست های ابو طالب روی و دست و بدنهایش نمیسوزد، فقط در زیر قدمش دو لخچه گذاشته میشد که از گرمی آن دماغش میجوید. یعنی آبهایی که در بدن انسان است جوشیده از دماغش بیرون میبراید. نسأل الله سلامت و عافیه. الله تعالی از عذابهای خودش در دنیا و در آخرت در پناهش ما شما رو نگاه دارد. امین. الله پناه نگه دارد. و خب بیایید میبینیم که او پیش گذاشتند محمد آمینه مصعب پیغمبر 4 سوال ما جوابهای درست گفتند. امیر شاه میرزایی و اسماعیل آنهایی که در جاهای خوب هستید. و سوال 6: چند صحابگان در وقت زندگیشان به بهشت بشارت داده شده بودند؟ وریانت ها 12، 3، 10 و یا 23. چند صحابگان در وقت حیاتشان به بهشت خرسند گردانیده شده بودند؟ 10، 12، 3 و یا 23. فاضل جان بای مرادوف، سلمانی تاجیکی، زلایخا، جوابهایتان درست است. ولی 18 نفر در داخل برنامه ما نیز جوابهای درست گفتند. 10 نفر صحابگان در وقت حیاتشان به بهشت در آمدن خرسند کرده شده بودند. و اینجا کمتر چی شده است مقصد سوال یک جواب الهی هم باید میشد، برای اون که 10 نفر اینها فقط یا اینکه یک تعبیر با عباره دیگر میشد، چون که 10 نفر در یک حدیث به جنت بشارت داده شدند. لیکن غیر از این 10 نفر با دیگر نفرهایی بودند که پیامبر اسلام آنها را به جنت بشارت داده شدند. از جمله عکاشه ابن محصن گفت که یا رسول الله ادعو الله ان یجعلنی منهم، دعا کنید که مرا از جمله آنهای بگرداند که به حساب و کتاب به جنت می‌دراند. اما سمتن انت منهم، تو از آنها هستی. و حضرت عایشه را و حضرت خدیجه را و دیگر صحابه ها را پیامبر صلی الله علیه و سلم بشارت داده بودند در حدیث های علاهیدگی فقط. اما در یک حدیثی که امام ترمذی روایت کردن، ابوبکر فی الجنه، عمر فی الجنه، عثمان فی الجنه، علی فی الجنه تا آخر حدیث 10 نفر را در یک حدیث گفتند که اینها را 10 یاران بهشتی میگویند. لیکن غیر اینها بود دیگر شخصیت ها بسیار بودند که پیامبر صلی الله علیه و سلم آنها را بشارت دادند. حتی از زنی که سیاه بود و نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد گفت که یا رسول الله دعا کنید که الله تعالی به بیماری من شفا دهد. اینی اسرع، من بیهوش میشم و در بازار و در کوچه ها میافتم، عورت من گشاده میشد، دعا کنید که الله تعالی به من شفا دهد. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت اگر خواهی دعا میکنم الله تعالی شفا میدهد، اگر خواهی صبر کن مکافاتی تو جنت است. گفت که اصبرو، صبر میکنم یا رسول الله. بنابراین در دیگر جا گفتن که کسی که خواهد که به یک شخص از شخصیت های جنتی نگاه کند به همین زن نگاه کند. این بشارت است. این خیلی حدیث ها بسیار است، لیکن یک عدد معین گفته نمیشد که خیلی شماریدن ممکن است، جمع کردن تمام حدیث ها در این باره ممکن است. تشکر زیاد، خیلی شرحی واضح شد. بیایید میگذاریم بس میبینیم که ها به پیش گذاشتن. جای بازگونی ها هست محمد، آمینه، امیرشاه میرزایف، اسماعیل و آمینه. خب 3 زینه به بالا برآمدید. حسن شما رو نیز تبریک میکنیم. سوال نهایی:
درباره کدام صحابه پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند چگونه شرم نمیکنی از شخصی که از فرشتگان شرم میکند؟ به این معنا ابو بکر، عثمان ابن عفان، ابو هریره و یا عمر فاروق. کدامش درست است؟ وریانت های شما. درباره کدام صحابه پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند چگونه شرم نمیکند از شخصی که فرشتگان از وی شرم میکنند؟ خب اکثریت جوابهای درست گفتند. بله 9 نفر جواب درست گفتند. عثمان ابن عفان. کتا در این باره نیست شرم نمی‌کنیم دومولا. در این باره اول گفتید که شخصی که آن شخص از فرشته ها شرم می داشتند، بعد در این باره دوم اصلاح کردید شاید که شخصیتی که فرشته ها از اون فرشتگان شرم می‌دارند. بله فرشتگان از اون شرم می‌دارند. خیلی که پیامبر صلی الله علیه و آله اما استحی من رجلین یستحی منه الملائکه، مگر من شرم ندارم از اون مردی که از وی فرشته ها شرم می‌دارند. این حضرت عثمان ذی نورین صاحب دو نور دو دختر خود را پیامبر صلی الله علیه و آله عثمان خانه‌دار کرده بودند. وقتی که یکمین را خانه‌دار کردند وفات کرد، دومین را خانه‌دار کردند و گفتند که اگر باز دختر دیگری می داشتم و عثمان رضی الله عنه خانه‌دار می‌کردم. صاحب حیای عالی بودند که حیا از ایمان است. تشکر زیاد. و این سوال آخری قسمت دومی برنامه ما بود. بیادتون می‌بینید که ها جای نمایان را سزاوار گشتند. اسماعیل جای سه مبارک باشد و جای دو نصیبی امی نکردید و جای اول نصیبی محمد مبارک باشد. همچنین باز در جاهای نمایان آمینه و عبدالرحمن نیز بودند. شما را نیز صمیمانه تبریک میکنیم. هر یک شما امروز در برنامه ما در رقابت سالم اشتراک کردید و خیلی رقابت خوب هم بود و هر یک شما را صمیمانه تبریک میکنم. و اینجا وقتی برنامه مراسل دانش و سنجش به پایان میرسد، ما با شما خیر و خوش میکنیم و باز هفته دیگر انشاءالله روزهای شنبه در همین وقت و ساعت شما را انتظار خواهیم شد. و یک بار دیگر من تشکر زیاد برای شما ابراز میکنم. در برنامه ما امروز دامولاد سهراب بادلیان ختم کرده دانشگاه مدینه منوره فاکولته حدیث شریف اشتراک کردند و برنامه ما واقعا امروز با شرح‌های خوب بود از قرآن و سنت. خوش آمدید شما را میگم و در نهایت اگر گفتگو داشته باشید رحمت. خوش باشید. الله تعالی برای هر یک ما شما علم ربانی دهد که همین ساعتی که الان گذرانیدیم امید میکنیم که در میزان حسنات ما نوشته میشه. خوش آمدید در بار دیگر و تا با خوری‌های دیگر تماشاگران عزیز خانه آباد و سربلند باشد. با برنامه‌های ما باشد و شبکه‌های ما آبونه شوید و دیگران نیز نواری ما را فرستید تا که دیگران نیز از این بازی برخوردار باشند و اشتراک کنند در بازی‌ها و آزمون‌های علمی ما. تا با خوری‌های آینده در پناه الله باشد.